باز هم از یکایک شما خواهش دارم در حق مجاهدین غزه، مجاهدین فلسطین دعا کنید. پروردگار کمکشان کند، پروردگار نصرتشان دهد. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله والله مع الصابرین. پروردگار میگه چقدر گروه های اندک کوچک به کمک الله گروه های زیاد را شکست دادن. الله همراه صابران است. پروردگار کمکشان کند. این کشور را از دست این یهودها علیهم لعنت الله نجاتش دهد و برای فرزندان ما، برای اهل بیت ما، برای ما مسلمان ها هم محبت شهادت را، محبت در راه حق، در راه الله جان دادن را هم نصیب کند که زیادی ها هرچی به سرمون می آید از پشت ترسانچکی ما، از پشت ترس ما از مرگ می آید. پروردگار فرزندانمان را طوری برایشان ایمان نصیب کند که همیشه حاضر باشند برای راه حق جانشان را فدا کنند. برای ما هم در حق آنها دعا را فراموش نکنید. چیزی که الان می توانیم فقط دعا هست و در حق همدیگر هم، در حق خواهر و برادران مهاجر هم، مهاجری تاجیکستان خودم و هم علل خصوص در این حاضره احوال دعا را فراموش نکنید. همه را پروردگار سرجم کند. محبت همدیگر مسلمان ها در قلبمان باشد. به جای بدگویی و بدخواهی نسبت همدیگر دعای نیک کنیم. همیشه الله نگهبان شما باشد، نگهبان اهل بیتتان باشد. همیشه صحت و سلامت در پناه الله یگانه رحمان باشید. الله نصیب کند صحت و سلامت باشید.